بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خواهران گرامی، حدیث در امام مسلم است. از ابی هریره روایت می شود که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. کسی میگه به یک هدایتی، یک کس راهنمایی کرد، کسی یک برادر دیگرش راهنمایی کرد به یک عمل نیکی، به یک عمل شایسته، چه عملی شایسته نباشد. مثلا یک کس به یک کس نشان دادی که درکت نمازی آفتاب برا، مثلا، یا که درکت تحیه مسجد، مثلا اون انسان همون چیزی که یادش دادی، یا که صدقه، مثلا گفتی صدقه هم خیلی فضل دارد، نه خیلی چی دارد، یا که زکات یادش دادی، یا که مثلا چی نمود عملی شایسته نباشد. مثلا همون درکت نماز آفتاب برا را خواند همون انسان و تو گفته ایش همون را خواند، پس تو وای خواند اجر گرفت، تو هم مثل همون اجر میگیری، مثل همون. پیغمبر کان له من الاجر، برای او اجری چی است؟ مثل اجور من تبعه، برای او اجری هست که مثل اجری که پیرویش بکنن در همون کار، در همون دعوتش. لا ينقص من اجور ذلك من اجورهم شيئا، ذره از همون اجرش کم نمی شود. چه خیلی که همون انسانی که دو رکعت نماز آفتاب برا خواند، آفتاب برا تو دعوت کردی به همین نماز، یا چه نمازی نباشد، انسانی که او را دعوت کرد سبب چی در دعوتش، همون مثل همون اجر میگیرد. چقدر که همون انسان اجر گرفت، همون دعوت کنندش هم خیلی اجر میگیرد. پیغمبر میگه که و من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. یک کسی به گمراهی دعوت کرد، یک انسان به گمراهی دعوت کرد. خیلی انسانای به گمراهی دعوت کردن خبیثایی هستند که باور حساب کتابش نیست. یک انسان به گمراهی دعوت کرد، چی نمود گمراهی نباشد، چی نمود بدعتی نباشد، چی نمود کارهای ناشایسته نباشد، چی نمود؟ همون انسان همون کار کرد، همون انسان همون کار بد کرد، وای بدعت باشد وای چیزی نباشد، همون کار بدعت کردگیش و همون گمراهی کردگیش، انسانی که او رو دعوت کرده است همه خیلی همون کردگی همون انسان گناه میگیرد. از گناه همون انسان یگان کمی ندارد. خیلی که همون کرد، همون کار گناه گرفت، همین انسانی که به همون گمراهی و بدعت او را دعوت کرده است همه خیلی همون گناه میگیرد و روز قیامت جواب میدهد. این بود چی سخن پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که انسان وقتی که به یک گمراهی که دعوت میکند و بدعت باشد و چی نمود چیزی نباشد، چی میشود؟ و همون مثل همون گناه همون میگیرد. خود پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح جامع 5738 حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ ما من عبد یذنب ذنبا، ما من عبد، کسی که از بنده های الله یک گناهی از او صادر می شود یا که مرتکب گناهی می شود، پس طهارت میکند، فیحسن الوضوء فیحسن الطهور، طهارت میکند و طهارت به پره و کامل میکند به پرگیش، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پس میخیزد و دو رکعت نماز میخواند. گناه کرد، آمد طهارت کرد، طهارت پره، پس خیلی دو رکعت نماز خواند. ثم یستغفر الله بذلك، پس اومد و طلب مغفرت کرد از الله، طلب آمرزش گناهان، طلب مغفرت گناهان کرد از الله برای همون گناهش، هم گناهی کرده است. الا غفر له، مگر که چی؟ گناهش بخشیده می شود. یعنی ببینید که انسان وقتی گناه کرد، چی گناهی نباشد، گناه کرد، طهارت میکند، به طهارت هم گناه ها میریزند، طهارت میکند، پره طهارت، بعد اون دو رکعت نماز میخواند، بعد اون برای همون گناهش استغفار میکند، برای همون گناهش استغفار میکند، الله عز و جل ان شاء الله که گناهش میبخشد.